انجیل به روایت مرقس. داستانی کوتاه از خورخ لوئیس بورخس. مترجم احمد میرعلایی. این وقایع در مزرعه لا کلرادو در قسمت جنوبی حومه شهر خونین در آخرین روزهای ماه مارس 1928 اتفاق افتاد. قهرمان ماجرا یک دانشجوی پزشکی به نام بالتازار اسپینوزا بود. در توصیف او میتوان گفت که یکی از جوانان معمولی بوئنوس آیرس بود و هیچ چیز قابل توجهی نداشت جز رأفتی تقریباً بی حد و حصر و استعدادی در نطق و خطابه. این استعداد در مدرسه انگلیسی راموس مخیا برای او جوایز بسیار آورده بود. اهل بحث و جدل نبود و همیشه حق را به مخاطب خود میداد. در بازی‌هایی که در آنها شرکت می‌جست، پشتگرمی‌اش به بخت و اقبال بود، اما بازیکن بدی بود، چون از بردن هیچ لذتی نمی‌برد. هوش سرشارش به مجرای صحیحی نیفتاده بود. در 33 سالگی هنوز مدرک خود را نگرفته بود، زیرا از یک درس نمره نیاورده بود، درسی که سخت بدان علاقه‌مند بود. پدرش که اعتقادی به مذهب نداشت، مثل همه آقایان زمان خودش، او را با تعالیم هربرت اسپنسر آشنا کرده بود. اما یک بار پیش از آن که به سفری به مونته‌ویدئو برود، مادرش از او قول گرفته بود که هر شب دعا بخواند و به خود صلیب بکشد. در طول سالیان اسپینوزا هیچگاه از قول خود برنگشت. اسپینوزا چندان هم فاقد شور و شر نبود. یک روز بیشتر از روی بی‌اعتنایی تا خشم با گروهی از دانشجویان که سعی داشتند او را وادار به شرکت در تظاهرات دانشگاهی کنند، 2-3 مشتی رد و بدل کرده بود. به علت این طبیعت رام و سلیم، عقاید یا بهتر بگوییم عادت‌های ذهنی داشت که در خور بحث بود. به آرژانتین چندان اهمیت نمیداد، اما از این وحشت داشت که در دیگر نقاط جهان ما را سرخ پوست بپندارند. فرانسه را میپرستید، اما از فرانسوی ها نفرت داشت. آمریکایی ها را به چیزی نمی گرفت، اما به این حقیقت اذعان داشت که در بوئنوس آیرس هم ساختمان های مرتفعی مثل ساختمان های آمریکا هست. معتقد بود که گاچوهای جلگه ها در سوارکاری بهتر از گاچوهای مناطق کوهستانی هستند. وقتی پسرخاله‌اش دانیل از او دعوت کرد که ماه‌های تابستان را در لا کلرادو بگذراند، بیدرنگ قبول کرد. نه بدان علت که واقعاً علاقه‌ای به زندگی در مزرعه داشت، بلکه از روی تمایلی ذاتی به توافق و همچنین بدین علت که جواب مثبت دادن برای او سهل‌تر از اختراع دلایلی برای رد دعوت بود. ساختمان اصلی مزرعه بزرگ و اندکی مخروبه بود. محل نشیمن سرکارگر که نامش گوتره بود نزدیک ساختمان اصلی قرار داشت. خانواده گوتره از 3 نفر تشکیل می شد. پدر، پسری به غایت نخراشیده و نتراشیده و دختری که معلوم نبود دختر آن پدر باشد. هر 3 بلند قامت، قوی بنیه و استخوانی بودند و موهایی داشتند که به سرخی میزد و چهره هایی که نشانه هایی از خون سرخپوستی داشت. خیلی کم حرف میزدند. زن سرکارگر سالها پیش مرده بود. آنجا دور از شهر اسپینوزا چیزهایی یاد می گرفت که پیش از آن نمی دانست و حتی به فکرش هم نیفتاده بود. فی‌المثل اینکه نباید اسب را در محلهای مسکونی 4 نعل تازاند یا اینکه هیچگاه نباید بدون قصد معینی اسب سواری کرد. پس از چندی توانست نوع مرغان را از آوای آنها بشناسد. پس از چند روز دانیل مجبور شد برای معامله گله به سوب بوئنوس آیرس حرکت کند. این کار حداکثر 1 هفته وقت می گرفت. اسپینوزا که تا حدی از شنیدن شرح موفقیت‌های پی در پی پسرخاله‌اش در معاشقه با زنان و توجه خستگی ناپذیر او به جزئیات مد لباس مردانه حوصله‌اش سر رفته بود، ترجیح داد با کتاب‌های درسیش در مزرعه بماند. اما گرما تحمل ناپذیر بود و حتی در شب هم تخفیف نمی‌یافت. یک روز صبح هنگام سپیده‌دم غرش رعد او را از خواب بیدار کرد. بیرون خانه باد کاج‌های استرالیایی را به سختی تکان می‌داد. اسپینوزا با شنیدن صدای اولین دانه‌های درشت باران خدا را شکر گفت. به زودی هوا خنک شد. همان روز بعد از ظهر نهر سالادو طغیان کرد. روز بعد هنگامی که بالتازار اسپینوزا از ایوان خانه به مزارع آب گرفته نگریست، با خود اندیشید که تشبیه متداول دشت به دریا زیاد بیپایه نیست. لااقل آن روز صبح بیپایه نبود.
هرچند W.H. هادسون گفته است که دریا به نظر گسترده تر می رسد، زیرا آن را از عرشه کشتی می بینیم و نه از پشت اسب یا در سطح دید چشمان. باران بند نیامد. افراد خانواده گوتره با کمک اسپینوزای شهری که معلوم نبود کمکشان می کند یا دست و پایشان را می گیرد، توانستند قسمت اعظم گله را نجات دهند. اما تعداد زیادی از حیوانات غرق شدند. 4 جاده به لاکلورادو می رسید. همه آن راه ها را آب گرفته بود. روز سوم، هنگامی که رخنه‌ای سقف خانه سرکارگر را تهدید کرد، اسپینوزا در پشت ساختمان اصلی نزدیک انبار اتاقی به خانواده گوتره داد. این کار آنها را به او نزدیکتر کرد. غذا را با هم در اتاق غذاخوری بزرگ صرف می کردند. خیلی زود معلوم شد که ارتباط و مکالمه با آنان دشوار است. خانواده گوتره که این همه در مورد امور روستایی اطلاع داشتند، از توضیح این امور تفره می رفتند. یک شب اسپینوزا از آنان پرسید که آیا مردم هنوز حمله های سرخپوستان را در آن سالها که فرماندهی نیروهای مرزی در خونین مستقر بود به یاد می آورند یا نه؟ آنان گفتند بله. اما اگر سوالی در مورد قطع سر چارلز اول هم از آنان می شد، همین جواب را می دادند. اسپینوزا حرف پدرش را به یاد آورد که می گفت خاطراتی که از روزگاران پیشین در دهات بازگو می شود، هر یک در واقع موردی از فراموشکاری یا عدم اطلاع دقیق از تاریخ هاست. گاچوها اکثرا از تاریخ تولد خود یا حتی از نام کسی که آنها را پس انداخته است بی اطلاعند. ظاهرا در تمامی خانه جز یک دوره مجله کشاورزی، کتابی مربوط به دامپزشکی، نسخه نفیسی از یک حماسه اوروگوئه‌ای به نام تاباره، یک تاریخ گله‌های شاخ کوتاه در آرژانتین، تعدادی داستان‌های شهوت‌انگیز و پلیسی و رمان جدیدی به نام دون سگوندو سومبرا مواد خواندنی دیگری نبود. اسپینوزا که سعی داشت به طریقی فاصله خالی و اجتناب ناپذیر بعد از غذا را پر کند، 1-2 فصلی از رمان مذکور را برای خانواده گوتره خواند. هیچ کدام سواد خواندن و نوشتن نداشتند. بدبختانه از آنجا که سرکارگر خودش یک گاچو بود، عملیات یک گاچوی دیگر یعنی قهرمان کتاب نتوانست توجه او را برانگیزد. می گفت که کار او چندان دشوار نبوده است و گاچوها همیشه در سفر اسبی یدک به همراه دارند که همه مایحتاج آنان را حمل می کند و اگر او یک گاچو نبود هیچگاه جاهای دورافتاده‌ای چون لاگونا د گومز، شهر براگادو و مرتع خانواده نون نیس را در چاکابوکو نمیدید. گیتاری در آشپزخانه بود. کارگران مزرعه پیش از زمان وقایعی که من شرح می‌دهم عادت داشتند دور هم بنشینند. یکی از آنان ساز را کوک می‌کرد بدون آنکه حتی به نواختن آن بپردازد و اسم این محفل را جشن گیتار می‌گذاشتند. اسپینوزا که ریشی گذاشته بود شروع کرد جلوی آینه قیافه جدید خودش را برانداز کردن و از این فکر که چطور وقتی به بوینس آیرس بازگردد حوصله دوستانش را با نقل داستان طغیان نهر سالادو سر خواهد برد لبخند زد. عجیب این بود که دلش برای جاهایی تنگ شده بود که هیچگاه پیش از آن به آنجاها رفت آمد نکرده بود و بعدها هم نمی‌کرد. یک گوشه از خیابان کابررا که صندوق پستی در آن قرار داشت، یکی از شیرهای سیمانی سردر ساختمانی در خیابان خوخوی، چند خیابان دور از میدان اونسه، یک میخانه قدیمی با کفی از کاشی که در مورد نشانی دقیق آن مطمئن نبود. چندان دلواپس برادران و پدرش نبود. آنها حتما تا به حال از دانیل شنیده بودند که سیلاب او را به واقع مجزا کرده است. اسپینوزا که هنوز به علت وجود سیلاب‌ها نمی‌توانست از خانه خارج شود، در داخل خانه به گشت و گذار پرداخت و به یک نسخه انگلیسی کتاب مقدس برخورد. در میان صفحات سفید آخر کتاب، افراد خانواده گوتری اسم اصلیشان این بود: دست نوشته ای از تبار خود به جا گذاشته بودند. آنان اهل اینورنس بودند. قطعاً به صورت کارگر ساده در اوایل قرن 19 به قاره نو رسیده بودند و با سرخپوستان وصلت کرده بودند. شجره‌نامه 2-3 سالی پس از 1870 قطع می‌شد، یعنی به هنگامی که آنان دیگر کتابت را فراموش کرده بودند. زبان انگلیسی شفاهی را هم پس از چند نسل به کلی از یاد برده بودند. حتی زبان اسپانیایی آنان وقتی اسپینوزا آنها را شناخت چندان سلیس و روان نبود. فاقد هر نوع اعتقاد مذهبی بودند، اما در خونشان نشانه‌های ناپیدایی از تعصب خشک کالوینیست‌ها و خرافات سرخپوستان جلگه‌نشین باقی مانده بود.
چندی بعد اسپینوزا از این کشف خود با آنان سخن گفت، اما آنان توجه چندانی نکردند. همینطور که کتاب را ورق می‌زد، انگشتانش صفحه اول انجیل مرقس را باز کرد. اسپینوزا تصمیم گرفت به عنوان تمرینی در ترجمه و شاید برای آنکه دریابد خانواده گوتره چیزی از آن را می‌فهمد یا نه، بعد از شام شروع به خواندن متن برای آنها کند. از اینکه آنان با توجه کامل گوش می‌دادند و در مطلب غرق شده بودند سخت تعجب کرد. شاید حروف طلایی روی جلد کتاب بدان اباحت بخشیده بود. اسپینوزا فکر کرد که اعتقادات کهن هنوز در خون آنان باقی است. همچنین به فکرش رسید که نسل‌های متعدد بشری در طول تاریخ مدون همواره دو داستان را گفته و باز گفتند. یکی داستان کشتی گمشده‌ای که دریای مدیترانه را به دنبال ارزی موعود می‌کاوید و دیگری داستان خدایی که در جلجتا به صلیب کشیده شد. اسپینوزا به یاد کلاس‌های نطق و خطابش در مدرسه راموس محیا هنگام نقل روایات به پا می‌خواست. افراد خانواده گوتره دیگر گوشت کباب شده و ساردینشان را به عجله می‌بلعیدند تا در قرائت انجیل تأخیری نیفتد. بره کوچک دستآموزی که دختر آن را با روبان آبی کوچکی آراسته بود، در میان سیم‌های خاردار گیر کرد و خود را مجروح ساخت. آن سه برای بند آوردن خون می‌خواستند بر روی جراحات تار عنکبوت بگذارند، ولی اسپینوزا حیوان را با چند قرص معالجه کرد. قدر شناسی آنها از مداوای او باعث تعجبش شد. او که در ابتدا به خانواده گوتره اعتمادی نداشت، 240 پزویی را که با خود آورده بود لای یکی از کتاب‌ها پنهان کرده بود. اکنون که صاحب ملک غایب بود، اسپینوزا به نمایندگی او فرمانهای خجولانه‌ای میداد که بیدرنگ اجرا میشد. آنها که گویی بدون او احساس گمشدگی می‌کردند، دوست داشتند که او را اتاق به اتاق و در طول ایوان‌هایی که خانه را دور می‌زد دنبال کنند. هنگامی که برای آنان قرائت می‌کرد، متوجه شد که آنها مخفیانه خرده‌های غذایی را که او روی میز انداخته است می‌دزدند. یک شب آنان را غافلگیر کرد و شنید که طی چند کلمه خیلی مختصر از او به احترام یاد می‌کنند. وقتی انجیل مرقس را تمام کرد، خواست یکی از سه انجیل دیگر را که باقی مانده بود بخواند، اما پدر از او خواست که همان را که خوانده بود تکرار کند تا آنان بتوانند آن را بهتر بفهمند. اسپینوزا احساس کرد که آنان مثل بچه‌ها هستند که برایشان تکرار دلپذیرتر از تازگی و تنوع است. آن شب و این هیچ مایه شگفتی نیست، خواب طوفان نوح را دید. ضربات چکشی که بر بدنه کشتی می‌خورد او را از خواب بیدار کرد و فکر کرد که شاید صدای قررش رعد بوده است. در حقیقت بارانی که بند آمده بود دوباره می‌بارید. سرما گزنده بود. اعضای خانواده گوتره به او گفته بودند که طوفان به سقف انبار آسیب رسانده است و بعد از آن که تیرهای سقف آن را تعمیر کردند به او نشان خواهند داد. با او که دیگر در میانشان غریبه نبود، با چنان توجه و علاقه‌ای رفتار می‌کردند که تقریباً به حد لوس کردن رسیده بود. هیچ یک از آنان قهوه دوست نمی‌داشت، اما به خاطر او همیشه فنجان کوچکی بود که مرتب در آن شکر می‌ریختند. طوفان دوم روز سه‌شنبه آغاز شده بود. پنجشنبه شب اسپینوزا از ضربه ملایمی که به در اتاقش خورد بیدار شد. این در را برای اطمینان خاطر همیشه قفل می‌کرد. از بستر بیرون آمد و در را باز کرد. دختر بود. در تاریکی به زحمت می توانست او را ببیند، اما از صدای پایش توانست بفهمد که پا برهنه است و چند لحظه بعد در بستر فهمید که دختر باید آن همه راه را از آن طرف عمارت عریان آمده باشد. دختر او را در آغوش نگرفت و کلامی با او سخن نگفت، فقط لرزان در کنار او دراز کشید. این نخستین بار بود که مردی را به خود می دید. دختر هنگام رفتن هم او را نبوسید. اسپینوزا متوجه شد که حتی نام او را نمی‌داند. به دلیلی که نمی‌خواست برای خودش هم روشن کند، تصمیم گرفت که هنگام مراجعت به بوینس آیرس از آنچه گذشته بود با کسی سخن نگوید. روز بعد مثل روز پیش آغاز شد، جز آنکه پدر با اسپینوزا حرف زد و از او پرسید مگر نه مسیح خودش گذاشته بود او را بکشند تا همه مردمان دیگر جهان رستگار شوند. اسپینوزا که خودش اعتقادی به مذهب نداشت ولی در برابر آنچه که برای آنان خوانده بود خود را مسئول می‌دانست جواب داد بله، برای نجات همه از دوزخ. آن وقت گوتره پرسید دوزخ چیست؟ جایی در زیر زمین، جایی که در آن ارواح میسوزند و میسوزند.
آیا سربازان رومی هم که میخها را کوفتند رستگار شدند؟ اسپینوزا که اطلاعاتش در امور دینی چندان خوب نبود گفت بله. تمام مدت از آن میترسید که نکند سرکارگر از آنچه شب پیش بر دخترش گذشته بود سوال کند. پس از نهار از او خواستند که فصل آخر را دوباره بخواند. آن روز بعد از ظهر اسپینوزا مدتی طولانی خوابید. خوابی سبک که ضربه‌های مداوم چکش و دلهره‌ای مجهول آن را می‌آشفت. نزدیک غروب برخاست و به ایوان بیرونی رفت. چنان که گویی با صدای بلند فکر می‌کند گفت: آبها فرو نشستند، دیگر چندان طول نمی‌کشد. گوتره چون پژواکی تکرار کرد: دیگر چندان طول نمی‌کشد. هر سه به دنبال او می‌آمدند. در حالی که روی سنگ فرش به زانو افتاده بودند از او طلب تبرک کردند. پس او را به سخره گرفتند، بر او تف انداختند و او را به جانب قسمت عقب ساختمان راندند. دختر می‌گریست. اسپینوزا دانست که در آن سوی در چه در انتظار اوست. چون در را گشودند گوشه‌ای از آسمان باز را دید. مرغی نغمه سر داده بود. فکر کرد سحری است. انبار بدون سقف بود. آنان تیرها را پایین کشیده بودند تا صلیب را بسازند. پایان.